بعضی آدم‌ها بوی خاصی دارند، نه بوی عطر، نه بوی لباس، بوی حضورشان، بویی که تا مدت‌ها در هوای خانه می‌ماند، حتی وقتی که رفتند. انگار خدا در وجود بعضی‌ها نفس می‌کشد، آرام، بی صدا، اما عمیق و هماهنگ با نبض تو. بودنشان حتی بی کلام مثل نوری است که از درون میتابد و جهان را نرم‌تر می‌کند و دلت کنارشان حرف زدن بی عجله می‌خواهد و آرامش بی بهانه، همچون عطر حضور مادر کنار سفره بخارآلود شام که نمی‌دانی هست یا دل تنگت می‌خواهد که باشد.